بینندگان عزیز کرد کانال، سلام و عرض ادبی مجدد. با رومال دیگه از سری برنامه‌های رومال در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز و گرانقدرمون جناب آقای رحیم بندویی، کنشگر سیاسی از بریتانیا. آقای بندویی سلام و عرض ادب. خواهش میکنم. درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی. من در خدمتتون هستم. ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت همه و تسلیت به همه آنانی که در ارتباط با این هماهنگی و همبستگی ژیان آزادی سر تا سر ایران و جهان در واقع صدمه دیدند، به شهادت رسیدند. تسلیت عرض میکنم و امید که این بار با این اتحادی که در همه جای ایران و جهان در ارتباط با این ظلم و ستمی که از سوی این حکومتگران متعلق به قرن وسطای جامعه بشریت در ایران داره اعمال میشه، به زودی به پیروزی برسیم و دقیقاً اون آزادی و برابری که برای زنان، که در جامعه‌ای که اگر این برای زنان نباشد آن جامعه زندان خواهد بود، تامین شود و یک جامعه عدالت آمیز و صلح و همزیستی مسالمت آمیزی در سرتاسر آن منطقه داشته باشیم. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. دیروز خاش شاهد صحنه‌های فجیعی از سوی حکومت ستمگر جمهوری اسلامی بود، حکومتی که به خودش اجازه میده در استانها و به ملیت‌های با اصالتی مثل بلوچ و کرد این چنین ددمنشانه برخورد کنه و اینجوری غیر انسانی آتش به روشون بگشاید. من میخوام ازتون ابتدا بپرسم که چون امروز هم شهر سقز در کردستان اعتصابش اختصاصاً اعلام شد به خاطر پاسداشت خون شهدای دیروز بلوچستان بود، میخوام ازتون سوال کنم که این اتفاقی که میفته و حکومت با این جسارت آتیش روی هموطنای ما، هم برادرای ما، برادرای بلوچ ما، کردها، اینجوری اینا رو مورد خصومت قرار میده، آیا مجامع بین المللی به این موضوعات توجهی میکنن؟ درود میفرستم به شهر ژینایی که اسم رمز همبستگی شده در ایران و جهان. ببینید، قطعا این قضیه پیگیری خواهد شد با توجه به اینکه به هر حال بخش وسیعی از اپوزیسیون در خارج از ایران و بخصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا هستند و با توجه به اینکه این دادگاه بین المللی به هر حال لاهه در اروپا هست، پیگیری این قضیه خواهند بود با توجه به اینکه این کشتارهای دست جمعی که توسط این سرکوبگران نظام و در واقع همون عامل اصلی که خامنه‌ای باشد اتفاق میافتد، قطعا پیگیری خواهند شد و زمزمه هایی در این رابطه هست که این مسائل توسط دولت های در واقع به این دادگاه جنایی بین المللی برده بشه و امید زیاد هست. دقیقاً این مسئله که فرمودید بی نهایت مورد توجه است این قضیه و بخصوص با توجه به این که عرض کردم این نیروی اپوزیسیون به همان شکلی که این همبستگی در آنجا در میان مردم هست، خوشبختانه این همبستگی در میان اپوزیسیون خارج از ایران هم تأمین هست و محکم و با قدرت دارن پیگیری این قضیه میشوند و خبراش امیدواریم که به زودی برسه به گوش مردم آنجا. بله بفرمایید. بله، و در ارتباط ببینید با اون قضیه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به شکلی مردم کرد و مردم بلوچ و به شکلی مردم عرب رو، وقتی که اون معیارهای غیر خودی بودن خودش رو متر رو به اصطلاح اندازه گیری میکنه، خب بیشترین فاصله غیر خودی بودن رو این سه تا ملت دارند با توجه به اینکه مردم بلوچ و کرد عمدتاً اهل سنت هستند و خود جمهوری اسلامی ایران هم که حکومت فرقه‌گرای ایدئولوژیک از یک شاخه کوچکی یا شاید هم بزرگ باشه از اهل تشیع هست و در عین حال در ارتباط با مردم عرب الاهواز هم با توجه به اینکه
بسیاری از آنان به عنوان نیروهای دموکراتیک ناسیونالیست هستند، ناسیونالیست مترقی هستند برای دفاع از حق و حقوقشون. ولی جالب اینجاست که بخش وسیعی از مردم عرب الاهواز با توجه به این که کسی بیشتر از اونا نمیتونه خودشو واقعا شیعه قلمداد بکنه، ولی به شکلی خیلی وسیعی دارن فاصله میگیرن از شیعیسم و به هر حال به شکلی هم هویت خودشون رو با توجه به اینکه عرب هستن هویت خودشون رو با اهل تسنن و به هر حال به اون شکل دارن ابراز میکنن. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران همواره سعی میکنه که با این لولو خورخوره تجزیه طلبی در واقع مردم ایران رو که نگران آینده ایران هم از نظر به اصطلاح اون یک پارچگی سرزمینیش هستند، میخواد سوء استفاده کنه از این مسئله و همواره این انگ تجزیه طلبی رو به مردم کرد و بلوچ و عرب وصل میکنه و به همین دلیل هم یک توجیهی برای خودش در پیش آن کسانی که به شکل کلا تمامیت خواهان مرکز ایران، اینجوری عرض کنم خدمتون، نگران آینده ایران هستند، به یک شکلی میخواد همبستگی و پشتیبانی اونها رو برای خودش به دست بیاره. به همین دلیل هم هست که تلاشش این است که به بهانه‌های مختلف برای حذف فیزیکی مردم این سه تا قسمت به شکل بسیار فجیعانه تر و سبعانه تری نسبت به مناطق دیگر ایران که به هر حال جان انسان هر کجا باشند عزیز است و نباید خونشون ریخته بشه و آنم توسط این گونه حکومت هایی که سرتاپای خودشون در واقع غرق در خون و خونریزی هستند ریخته بشه. ولی متاسفانه همچنان که عرض کردم در ارتباط با این سه تا ملت تاریخی این منطقه، این فلات ایران، جمهوری اسلامی ایران حذف فیزیکی آن هم به این شکل سوانه‌ای که با گلوله‌های جنگی در واقع به رگبار می‌بندد و یا به هر حال در ارتباط با مردم کرد و کردستان می‌بینیم که حتی با اون دستگاه‌های به قول معروف پهپادی خودش میاد بمباران میکنه، به پهپادهایی که به شکل به کارهای خودکشی به قول معروف انجام میدن و الان هم صدای تمام جهان رو در آورده با توجه به اینکه دارن بر علیه اوکراین استفاده میشن. همین پهپاداش اینا رو دقیقاً استفاده کرد برای سرکوب مردم کرد در سر مرز کردستان ایران و کردستان که الان در بخش عراق هستش. این همین قضیه رو هم در ارتباط با مردم بلوچ تحت همین بهانه تجزیه طلبی و اینکه به قول خودشون مردم بلوچ به شکلی از عمال و به هر حال جیره‌خواران عربستان سعودی هستند، با توجه به اینکه خودشون توانایی برای جیره‌خوار درست کردن رو در کشور سوریه و یمن و لبنان دارند، فکر میکنند که به هر حال کشورهای عربی هم همچنین کار رو میکنند، حالا که ابدا همچنین چیزی در ارتباط با مردم بلوچ و مردم کرد وجود نداره و مردم عرب هم به همین شکل. در نتیجه این توده های مردم هستند که سیر شدند از این موقعیتی که جمهوری اسلامی برای این زندگی که در آنجا دارن به سر میکنند مصیبت هایی که براشون وجود آورده. به همین دلیل هست که با کوچکترین بهانه‌ای که بخواد بیاد الان ترسشون ریخته و مردم به شکل متحد و همبسته، با اینکه میدونن کشته هم خواهند شد، همچنان که شما شاهد بودید چه اتفاقی دیروز در جمعه سیاه خونین خاش افتاد و ضمن اینکه یک ماه نزدیک به یک ماه پیش 40 روز پیش در واقع اون فاجعه جمعه سیاه و جمعه خونین زاهدان اتفاق افتاد. ولی با تمام این اوضاع احوال میبینیم که مردم بدون هیچ گونه ابایی و ترسی دارن میرن. این مسئله نه تنها در دیروز در زاهدان و خاش و سراوان بود، بلکه در سرتاسر بلوچستان بود. منتها این دو جای در واقع بیشترین کشتار رو دادن با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بیرحمانه در واقع نیروهای سرکوبگرش رو وادار کرد که رگبار ببندن مردم رو و کودکان هم از جمله همین کشته شدگان هستند، با توجه به اینکه بسیاری از پدران و یا حتی مادران در بلوچستان ایام جمعه، روز جمعه که میشه میرن برای نماز جماعت و خب اینا بیرون که آمده بودن رفتن به سمت خیابان که همون شعارهای معمولی مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای و به هر حال در ارتباط با ولایت فقیه و زن زندگی آزادی، جنین زندگی آجویی به بلوچی، بعد این شعارها رو رفتن که بدن. ولی
شاهد بودیم که چگونه به خاک و خون کشاندن در واقع به این مردم بیگناه را، مردمی که یک دونه فشنگ یا یک دونه اسلحه دستشون نبود، ولی همیشه متهم به این هستند که در میان اینها تروریست هست و ما برای اینکه خودمون کشته نشیم سعی میکنیم اونا رو از قبل بکشیم. حالا یکی بپرسه مثلا دیروز چند نفر از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران زخمی شدن، حتی حالا نه اینکه کشته بشن، چند نفرشون کشته شد. یعنی در واقع دنبال بهانه میگردند برای اینکه تحت عنوانهای مختلف مردم بلوچ و کرد و عرب و برال سرتاسر ایران رو بزنند و بکشند از بین. فراموش نکنیم یکی از عقده‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مردم خاش خواست یه زهر چشم بگیره از خودش نشون داد. در هفته پیش در واقع مردم خاش به شکل جمعی اون معادن طلایی که مورد بهره برداری جمهوری اسلامی در کوهپایه‌های تفتان هست رفتند و اونجا رو در واقع به شکلی بستند که دیگه نرن، اجازه ندارن برن حیف و میل کنن این منابعی که متعلق به تمام مردم هست، به تمام مردم بلوچستان هست و به هر حال از آنجایی که بلوچستان هم بخشی از فعلا در ایران قرار دارد، خب به هر حال به اون شکلی هم میشه گفت به عنوان یک منابع ملی باید به حساب بیاد. اما باورشون بر این هست که این سیستم و این نظام فقط و فقط به فکر تخریب هست و میخواد ایران رو واقعا همچنان که تا الان ویرانه کرده ویرانه ترش بکنه. به همین دلیل این زهر چشم رو هم به یک شکلی میشه نسبت داد به این قضیه‌ای که مردم به این شکل عمل کرده بودن برای جلوگیری از بهره برداری‌های منابع طلا. و در عین حال با توجه به اینکه اینم نکته بسیار مهمی هست و لازم است که واقعا با آن توجه شود، به نظر میاد نقشی رو که در 1940 خورده قاضی محمد در ارتباط با مردم کرد و کردستان داشت، انگار این دفعه در بلوچستان با توجه به اون فضای مذهبی که در اونجا حاکم هست، همسایگان اونجا رو در نظر بگیریم، به هر حال با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک همچین رقابتی بین اهل تسنن و اهل تشیع هم راه انداخته است، فضای اونجا در دست رهبران مذهبی است و خوشبختانه مولوی عبدالحمید تا الان تا همکنون هم با قاطعیت به دنبال در واقع یک گروه حقیقت یاب و تنبیه و مجازات آمران و عاملان و تأکیدشان بر آمر بودن آقای خامنه‌ای که رئیس کل نیروهای به قول معروف نظامی و ارتشی ایران هستند. و به هر حال تهدیدهای بسیار فراوانی هم شدند. اما در خطبه نماز جمعه دیروزشون به نظر من بخش وسیعی رو که از صحبتاش فرمودن به نظر من قابل ستایش از این جنبه است که دینگوریزی رو، حجاب گوریزی رو و تمام این مشکلاتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده است به اینها اشاره خیلی صریحی داشت و حق میداد به مردم. و از سوی دیگه در ارتباط با تحصیل زنان در واقع به شکلی طالبان افغانستان را مورد خطاب مستقیم قرار داد و مطرح کرد که زنان حتی بیشتر از مردان لازم هست که بالاترین درجات تحصیلات رو داشته باشند و شما نباید جلوگیری کنید از این قضیه. و در این حال به هر حال در ارتباط با مسائلی که در بلوچستان و در کل ایران بر علیه زنان رفته است میروند، جالب بود که اشاره داشت به این مسائل و میشه گفت در واقع روی قوانین عرفی جامعه ایشون تاکید دارند تا روی قوانینی که به هر حال مطرح است به عنوان قوانین شرعی. و این جای امیدواری هست و امیدواریم که ایشون این موقعیت و این نقشی رو که همکنون در این رابطه دارند همچنان حفظ کنند و ادامه بدن به این مبارزه و این مقاومتی که دارن انجام میدن. و امیدوار هستیم که به هر حال این قضیه به زودی تمام شود و جمهوری اسلامی ایران توسط مردمان سرتاسر ایران متحداً سرنگون گردد و یک سیستم دموکراتیکی که بتونه واقعا عدالت و برابری و آزادی رو در سرتاسر این فلات به گستراند روی کار آید. خواهش می‌کنم. شما صحبتاتون خیلی بسیط و گسترده بود. خوشبختانه تمام اون سوالاتی که من میخواستم ازتون بکنم رو در بر گرفت. خواهش می‌کنم. منتها به عنوان حسن ختام فرمایش‌های خوب شما میخوام بپرسم سناریو سازی که جمهوری اسلامی در جای این 50 روز مقاومت و انقلاب قرار داده و موفقم نبوده، آیا در بلوچستان تنزل دادن خواسته ها و مطالبات اجتماعی تونسته به
به اصطلاح جنگ فرقه‌ای و مذهبی تنزل پیدا کنه یا نه؟ نکته بسیار خوبی رو مطرح کردید. ببینید جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خودش رو در ارتباط با همین قضیه که تفرقه بنداز حکومت کن که از اربابان بریتیش خودش یاد گرفته و آموزش داده شدن داره استفاده میکنه. به همین دلیل است که میبینیم چه اختلافاتی بین کرد و ترک، بین بلوچ و زابلی، بین برال لور و عرب و مردمان مختلف گوناگونی که به شکلی تاریخاً با همدیگر همسایه هستند و الان هم هیچ اختیاری از خودشون ندارن که خودشون را از همسایگی جدا کنند و مجبور و محکوم به یک همزیستی مسالمت آمیز در کنار همدیگر می باشند. چند روز پیش دقیقاً یکی از آیت الله چی میگه آخوندهایی رو که امام جمعه که از مساجد در زاهدان بود و اهل زابل بود متاسفانه مورد ترور قرار گرفت و میخواست این قضیه رو تمام کند به این که مردم بلوچ در واقع یا اهل سنت در واقع این ترور رو انجام دادند که خوشبختانه مردم به طور قاطعانه این رو ربط دادن به جمهوری اسلامی و هیچ گونه سند و مدرکی پیدا نشد که کسی غیر از خودشان بوده است. یعنی در واقع خودشان میخواستن این کار رو انجام بدن تا اختلافی بین زابلی شیعان اهل زابل و برال بلوچ های اهل سنی زاهدان یه جنگی رو راه بندازن. و در همان روز هم اتفاقا یکی از جوانان برومند بلوچ را آقای یاسر نارویی رو که دانشجوی دانشگاه بلوچستان بود هم ترور کردند، همین دار و دسته ها، که بگذارن به حساب این که ببینید بالاخره اون بخش های زابلی چیکار دارن میکنن. اما خوشبختانه این سناریو سازی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرده است به این شکل انجام داد دستش از قبل خوانده شده است و خوشبختانه نه مردم کرد و نه مردم بلوچ و نه مردم عرب و نه مردم فارس و نه مردم ترک و ترکمن و به هر حال شمال ایران هیچ کدومشون در واقع توی این دامهایی که این گونه جمهوری اسلامی دارد میگستراند نمیافتند. تهدیدهای بسیار بسیار زیادی رو در ارتباط با کودک کشی داره انجام میده بر علیه خانواده ها که اگر فلان نکنید دست از کودکانتون بشوید. اما خوشبختانه مردمان سر تا سر این فلات به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی ایران هر کاری میخواد بکنه ولی باید از صحنه حاکمیت در ایران در کنار زده شود و به جای آن سیستم دیگری آورده شود. خوشبختانه این سناریو سازی های جمهوری اسلامی ایران نه در ارتباط با مردم کرد و نه در ارتباط با مردم بلوچ نتونسته اثر کنه و امیدوارم که همچنان این هوشیاری و این آگاهی در میان مردمان باقی بماند و بهتر شود در این رابطه. سپاس از شما جناب رحیم بندویی از حزب مردمی بلوچستان و کنشگر سیاسی از بریتانیا. درود بر شما. متشکرم. بینندگان عزیز، با رمالی دیگه از سری برنامه‌های رمال در خدمتتون بودیم. امیدوارم که گفتگوی مهمان ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا رمالی دیگه و روزی دیگر شما رو به سلامتی و شادی می سپاریم. درود بی پایان.